من تو آهنگم فوش میدم، هیچ وقت فوش علکی نمیدم، همون فوشی رو میدم که همه میدن. در ضمن آهنگ من رسپشن باشگاه نیست. من تو رسپشن باشگاه به اون خانوما تا حالا دیدی فوش بدم؟ کم. تا حالا دیدی بی‌ادبی کنم؟ تا حالا دیدی اخم کنم؟ تا حالا دیدی بلند حرف بزنم؟ تا حالا دیدی زیاد بهشون زل بزنم، بیت بازی درارم؟ نه. پس فوش دادن مال تو آهنگی که نیاز به فوش داره. یه جا از حس منو فوش، هر کی پشت حرف بزنه من میگم کیرم تو کست مادرش. هیچ جوری نمیشه قشنگتر این حسو. یعنی من انقدر خاطر تو میخوام. چطوری میشه یه کلمه بگو که بیشتر از این عشقو بخواد نشون بده؟ من بارها گفتم تو مصاحبه با آیت الله BBC هم گفتم زمان درست، مکان درست، جای درست، حرف درست، کار درست. هر کاری یه جایی، هر سخن جایی و هر نکته زمانی داره. این که من تو آهنگم فوش میدم دلیل میشه تو رسپشن از دوستان عرب گرم میشه. تو آهنگم به جا فوشم میده.